بعد استاد یک سوال دیگر امین زکات برای این سال پدر من باز از بغیر از مادر من یک اویله دیگر دارد خیلی ما هم رفت و ما داریم زکات من به زن پدرم دادم میتونم از سومون یا که نه اگر پدرتون از دنیا گذشته باشند به زنی پدرتون شما زکات داده میتونید، لیکن پدرتون زنده باشند نفقه زنی پدرتون بر ذمه پدرتون است. شما وقتی که به او زکات میدید خودی که به پدرتون زکات دادید و پدر انسان جزء انسان است. بنابراین به پدر، به بابا، به مادر کلان اینچنین به فرزند و نبیره ها زکات داده نمیشد. و اصل و فرع اصلتون پدر و مادرتون و پدر کلان و مادر کلانتون به اینات زکات داده نمیشه. و فرعتون یعنی اونایی که شما سببگاری به دنیا آمده نشدید، فرزنداتون، نبیره هاتون، ابیره هاتون زکات داده نمیتونه. شما فقط به عمه و عمک و تقای و عمک و برادراتون و خواهراتون زکات داده میتونید. فهمیدید؟ به زنی پدر میتونید زکات دهید. فرض کردیم پدرتون طلاق داده است یا اینکه پدرتون گذشتیان میتونید داده، لیکن در حالت زنده بودنی پدرتون شبهه زکات دادن به پدرتون است.